توهین جمال مبارز در کنسرت جدید آریانا سعید در کشور استرالیا. جمال مبارز چی مشکل با آریانا سعید دارد؟ جمال مبارز چرا با آریانا سعید درگیر شده است؟ دلیل رفتن جمال مبارز به کشور استرالیا چی بوده است؟ و جواب دندان شکن آریانا سعید برای جمال مبارز. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. جمال مبارز هنرمند رپ خوان که دارای سبک هنری خاص و تنها و منحصر به فرد خودش می باشد. جمال مبارز علاقمندان و طرفداران هنری خاص خودش را دارد. وی با اشتراک در برنامه ستاره افغان و حمایت مردم هزاره توانست مقام اول را از آن خود کند. جمال مبارز آهنگ‌های مشترک دوگانه با آریانا سعید چندین بار سرود که مورد حمایت و تشویق فراوان مردم افغانستان قرار گرفت. جمال مبارز مانند هزاران افغان دیگر رخت مهاجرت به کشور استرالیا است. جمال مبارز در کشور استرالیا زندگی می کند. وی قرار بود با زهرا الهام نامزد شود، اما به دلیل نامعلوم نامزدی جمال مبارز با زهرا الهام به طویق افتاد. 2 روز قبل جمال مبارز در کنسرت پرشکوه آریانا سعید در کشور استرالیا اشتراک کرد و در آن کنسرت درگیری لفظی با آریانا سعید انجام داد، ولی تاکنون دلیل این کار جمال مبارز معلوم نیست. ولی آریانا سعید از تمامی دوستداران و طرفدارانش خواهش این را کرده است که زمانی به کنسرتش اشتراک کند با لبخند وارد سالن و با لبخند از سالن کنسرت آریانا سعید خارج شوند. آریانا سعید کنسرت های پردرآمد را در سرتاسر جهان همه ساله برگزار می کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نازم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما خوبان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به الله منان سپردم. موفق و کامگار باشید.